حفظ سالمی جامعه و اولویت سیاست اجتماعی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته در دوره این سیاست جهت پیشگیری از پنه‌شوی همه گونه بیماری‌های سیرتی تدبیرهای ضروری عملی می‌گردد. در شب دوشنبه در دوره نقشه چاره‌بین‌ها برای تامین سالمی اهالی و پیشگیری از خروج همه گونه بیماری‌های سیرتی، چاره‌های بی‌ضررگردانی جای‌های جمعیتی و مکان‌های استفاده عموم انجام داده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. حفظ سالمی جامعه در مد اولی رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار داشته پیوسته در این سمت تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. عین حال در دایره نقشه چاره‌بینی‌های تحریزی نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بهر تامین سالمی اهالی و پیشگیری همه گونه بیماری‌های سیرایتی در پایتخت تدبیرهای بی‌ضررگردانی جای‌های جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان از جمله ایستگاه‌های نقلیاتی راه‌اندازی می‌گردد. دوام چند روزی آخر می‌شود که از جانب ساختار و واحدهای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در کوچه و خیابان‌ها، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، جای‌های سیر آدم و ایستگاه‌های نقلیات جمعیتی حدود پایتخت تدبیرهای بهداشتی گذرانیده می‌شود. این نوبت کارمندان سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی و دسته تعیینات مخصوص میلیسیای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در 4 ناحیه شهر دوشنبه با استفاده از نقلیات و تجهیزات معاصر کارهای بی‌ضررگردانی را انجام دادند. در اساس دستور سپارش‌های اساس‌الامور صلح و وحدت ملی پیشروی ملت و رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خدمات دولتی و تشکیلات تصمیم گرفته است که برای بی‌ضرر گرداندن هر گونه ویروس با استفاده بردن تکنیک و تجهیزات‌های معاصر کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه و باغ‌های فرهنگی فراغتی با محلول خلور کارکرد کرده می‌شود که با قطار هیئت شخصی خدمات دولتی و تشکیلات امروز دسته تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی با نقلیات هم سفربر کرده می شوند. در این تدبیر مهم مقامات مربوطه با جلب 9 تکنیک و 100 نفر کارمندان دو نهاد وزارت کارهای داخلی تنها در یک شبانه روز با مقصد پاکسازی حدود پایتخت بیش از 100 تن مواد کیمیایی را استفاده بردند. مسئولان ابراز می‌دارند که چنین عمل من بعد نیز ادامه کرده برای خلل نرساندن به ساکنان تدبیرهای بهداشتی شبانه انجام داده می شود. تدبیرهای بهداشتی برای بی‌ضرر کردن ویروس و میکروب‌ها به سلامتی انسان تأثیر رسان راه‌اندازی گردیده جهت حفظ صحتی اهالی و روزگار آسایشته ساکنان پیش بینی شده است. امروزها جامعه جهانی از پنه‌شوی بیماری سیرایتی خطرناک اظهار نگرانی داشته در کشورهای گوناگون عالم بهر مبارزه بامان با این مریضی چاره‌های قطعی اندیشیده می شود. در اکثر کشورها رعایت قطعی گیگین شخصی و طلبات طبی برای مبارزه بر ضد این بیماری نتیجه های دلخواه به بار آورده ایستاده است. از جمله گذراندن تدبیرهای بهداشتی با استفاده از تکنیک معاصر و محلول های بی‌ضرر کننده در کوچه و خیابان ها و نقطه های سیر آدم در سمت پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سیرایتی راه اندازی می گردد. عبدالحمید نظیر، بابا علی تقوزاده، مقصد شهر دوشنبه، اخبار.